بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة. روزی واقع شدنی یعنی قیامت. چیست آن روزی واقع شدنی و چی چیز تو را آگاه گردانید که آن روزی واقع شدنی چیست؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قوم ثمود و عاد روز کوبنده یعنی قیامت را تکذیب کردند. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. اما ثمود به وسیله صاعقه هلاک شدند. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. و اما عاد به وسیله تندباد سرد و سرکش هلاک شدند که آن را 7 شب و 8 روز قاطعانه بر ایشان برگماشت. پس تمام آن مردم را در مسیر آن تندباد می دیدی که دراز بر روی افتاده اند، گویا ایشان همچون تنه های درختان خرمای از بیخ کنده می باشند. فهل ترى لهم من باقیه. پس آیا از ایشان کدام کسی را می بینی که زنده باقی مانده باشد؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه. و فرعون و کسانی پیش از او و مردم شهرهای زیر و رو شده خطاهای بزرگی را مرتکب شدند. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ایشان فرستاده پروردگار خود را نافرمانی کردند، بنابر آن خداوند ایشان را به گرفتن بسیار سختی گرفتار ساخت. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. واقعا ما هنگامی که آب بنای سرکشی گذاشت شما را در کشتی برداشتیم تا آن واقعه را برای شما مایه عبرتی بگردانیم و گوشهای شنوا آن را به خاطر بسپارند. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. و چون به یک بارگی در سور دمیده شود و زمین و کوهها از جا برداشته شوند ناگاه به یک بارگی به هم کوبیده شوند. پس در آن روز همان واقعه بزرگ واقع می شود و آسمان شکافته می شود و آن در آن روز سست می گردد. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. و فرشتگان بر کنارهای آن قرار گیرند و 8 فرشته در آن روز عرش پروردگار تو را بر بالای خود حمل کنند. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. در آن روز به پیشگاه خداوند پیش کرده می شوید و از اسرار شما چیز مخفی نمی ماند. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
پس آنکه نامه اعمال او به دست راست او داده شود میگوید اینک نامه مرا بگیرید و بخوانید. اینی ظننت انی ملاق حسابیه، من یقین داشتم که حتما به حساب اعمال خود روبرو می شوم. فهو فی عیشة راضیه فی جنت عالیه، پس او اکنون در زندگی کاملا قناعت بخشی قرار می گیرد در بهشتی برین. قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، میوه های آن به دسترس قرار دارد. به آنها گفته می شود بخورید و بنوشید گوارا به پاداش آنچه در روزهای گذشته یعنی در دنیا انجام دادید. و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، و اما کسی که نامه اعمال او به دست چپش داده می شود می گوید ای کاش نامه اعمال من برایم داده نمی شد. ولم ادر ما حسابیه، و ای کاش هرگز نمی دانستم حساب من چیست. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش مرگ به من خاتمه بخشنده می بود. ما اغنا عنی مالیه، ثروت من چیزی از عذاب را از من دفع نکرد. هلك عنی سلطانیه، قدرت من از بین رفته است. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. به مأموران دوزخ گفته می شود او را بگیرید زنجیر پیچ کنید، سپس او را به آتش کباب کنید، بعد او را در زنجیری که درازی آن 70 گز است درکشید. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. بیگمان او چنان بود که به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد و به طعام دادن مسکین مردم را تشویق نمی کرد. بنابراین امروز در اینجا او را غمخواری نیست و نه طعامی دارد جز از چرک و خون که آن را هیچ کسی جز خطاکاران نمی خورد. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول کریم. پس قسم میخورم به آنچه میبینید و آنچه نمیبینید که واقعا این کلام رسول صاحب مکرمتی است فرستاده بزرگوار. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. و این هرگز گفتار شاعری نیست، اندکی است آنچه شما ایمان می آورید، و نه هم گفتار کاهن است، اندکی است آنچه شما پند می گیرید. تنزیل من رب العالمین. کتاب نازل شده است از جانب پروردگار عالمیان. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هرگاه پیامبر بر ما بعضی از سخنان را برمی بست بیگمان از دست راست او می گرفتیم
سپس شاهرگ قلب او را قطع می کردیم. پس هیچ کس از شما نبود که از او حمایت کند. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. بیگمان این قرآن پندی است برای پرهیزگاران. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. و ما یقینا می‌دانیم که بعضی از شما تکذیب کننده آن هستید. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. و بیگمان قرآن مایه حسرتی است برای کافران. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. و بیگمان این سزاوار یقین است. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن.